بود و تونسته بود کوالیفای کنه برای المپیا. دومین المپیای خودش رو تجربه کرد و تونست پنجمین نفر این مسابقات باشه. اندرو جک بسیار بزرگ و حجیم دیده میشه. Presenting the fourth place award, Senior Manager Partnerships of BSN, Mr. Stuart Dansby. Yeah, hold on this one, I think. Yeah, I think so. Okay. All right, Stuart, please take the fourth place award, the check for $40,000. مقام نفر چهارم چک $40,000 میرسه به برندن کوری نفر چهارم مثل المپیای 2023 شد. برندن کوری قهرمان سابق مثل المپیا است، قهرمان سال 2019. برندن کوری سال گذشته مقام چهارمی رو تونست کسب کنه و بعد از نیک واکر چهارم شد. خب دوستان، رقابت حساس‌تر شد. Presenting the third place award, once again, CEO of Indigo Medica, Mr. Felipe Braganza, and your marketing director, Mr. Fernando Mora. I think my heart rate jumped up a little bit because now we're The getting third place close. award is the bronze medal. به لحظات حساس این نزدیک میشیم دوستان. $100,000. چک $100,000 مدال برنز المپیای 2023 میرسه به نفری که توی جایگاه سوم قرار میگیره و کسی نیست به جز سامسون داودا قهرمان آنو کلاسیک امسال هست. سامسون داودا دومین حضورش تو المپیا رو داشت. سامسون داودا پارسال ششم شد و امسال سوم. سامسون داودا پیشرفت چشمگیری داشت، پکیج خیلی خوبی رو تونست به نمایش بذاره و تونست نفر سوم این رویداد بشه. سامسون داودا آردی تونسته ببره، 3 جایگاه تونست ارتقا پیدا کنه. سایز بسیار زیبا، تقارن زیبا و خوب، تونست مایش‌های گردی رو بیاره، نقاط ضعفش رو کامل تر کرد، ولی برای رقابت با هادی چوپان و دریک رانسفورد کافی نیست. دوستان، لحظه حساس فرا رسید. 2 نفر موندن. رقابت بین دریک رانسفورد و هادی چوپان رو می‌بینید. نفر اول و دوم. هادی چوپان قهرمان حال حاضر مثل المپیاست. همچین صحنه‌ای سال پیش دوباره تکرار شد. نفر اول و دوم بین دریک و هادی هست. هادی چوپان از 2019 داره شرکت میکنه. جی کاتلر قهرمان 4 دوره مستر المپیا میاد روی استیج که جایزه نفر اول رو بده. جیک وود چک $400,000 رو دستش گرفته. تایلر منیون صندوق المپیای 2023 رو توی دست داره. دوستان، هادی چوپان میتونه برای دومین بار ساندو رو به ایران بیاره. هادی چوپان بهترین بدنش رو تا به امروز روی استیج آورده. هادی چوپان توی لول دیگه مسابقه داد امسال. چک $400,000. مدال طلای مستر المپیای 2023. صندوق مستر المپیا. میرسه به قهرمان این مسابقه. دریک رانسفورد قهرمان این مسابقه میشه. دریک رانسفورد پیشرفت چشمگیری رو داشت و تونست بر هادی چوپان غلبه کنه. این رویداد خوشایند نیست. هادی چوپان قهرمان عقل میکنه و بهش تبریک میگه.
رقابت خیلی نزدیکی بود بین دریک رانسفورد و هادی چوپان. هادی چوپان خیلی خوب اومد، پکیج بسیار خوبی آورده بود، پیشرفت کرده بود هادی چوپان. هادی چوپان نقاط ضعفی رو نداشت. دریک رانسفورد کاندیشنینگ خوبی آورده بود روی استیج. باید ببینیم که اسکور چجور تقسیم شده. دریک قهرمان مس المپیا 2024 شد، 19مین قهرمان مس المپیا، 18مین قهرمان مس المپیا. دوستان اصلاح میکنم، من خودم یکم شوکه شدم از این نتیجه، ولی چیزی از ارزش‌های هادی کم نمیکنه. هادی گرگ پارسی، نماینده همه ما ایرانی‌ها بود روی مس المپیا. هادی به خوبی درخشید، هادی جنگید، هادی برای ما قهرمانه. هادی سختی‌های بسیار زیادی رو کشید که بتونه روی اون استیج باشه. من مطمئنم هادی مستقیم برمیگرده به کار و پکیج بهتری رو سال دیگه میاره. هادی امسال سزاوار قهرمانی بود. رقابت خیلی سختی بود دوستان. نفر دوم دنیا هست هادی چوپان همکنون. پنج نفر برتر رو میبینید. دریک رانسفورد اول شد، گرگ پارسی نایب قهرمان این مسابقه، سامسون داودا نفر سوم. هادی استیج رو ترک کرد. توی فیگورای جلو هادی به خوبی دیده شد. توی فیگورای پشت دریک رانسفورد کات و کاندیشنینگ بهتری داشت و به خاطر کمر باریک و شونه و پشت پهنی که داشت تونسته بود تقابل بهتری رو ایجاد کنه. با امید قهرمانی دوباره هادی توی سال 2024. رقابت خیلی کم بود دوستان، رقابت خیلی تنگاتنگ بود. من مطمئنم هادی چوپان